نشده اشکال براتون بچه ها. خوب نیست خیلی پامزه واقعا. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بچه‌ها من دوربین خریدم. درسته تو جای قرصه ولی دوربینه. انقدر واسه ذوق دارم، مثل بچگیام بود یه چیز میخریدم تا صبح میخواستم که اصلا بالا سرم میذاشتم و فردایش دوباره ذوقشو میکردم. واقعا فکر نمی‌کنم یه چیزی باشه هنوز که من بگیرم و انقدر بابتش ذوق کنم. یعنی فکر می‌کنم دیگه چیزی نیست تا اینکه اینو خریدم و دیدم که نه چرت میگم، هنوزم چیزی هست که من بابتش خیلی خوشحال بشم. رفتم تو تورو مثلا خرید کردم و اینا، و اون فروشگاهی که مثلا از همه ارزون تر بود و اینا رو از توی بین اونایی انتخاب کردم که ضمانت تورب دارن. تورب گفته که ما از اینا چک دریافت کردیم، اینا اگر مثلا بخوان سر شما کلاه بزنن حالا هر چیزی هر کاری بکنن ما طرفن دیگه. این دوربینه که میخواستم بگیرم 51 میلیون زده بود اونجا. بعد فکر کن پیروز دلار شده بود 100 تومن. من بهش گفتم که اوکی من این دوربینه رو میخوام. آها برو بزنش. گفت قیمتش شده 50 تومن. what؟ دیروز دلار شده 100 تومن، بعد اینو کردی 50 تومن. بعد رفتم دوباره تو ضمانت تو رو مطمئنی داداشین کلاهبرداری بمیرم واسه خودمون. یعنی تو کشور زندگی میکنیم که حسن یکی هم میخواد مثلا منصف باشه فکر میکنیم کلاهبرداره دیگه. خریدم ولی تیپاکس رو مثلا نزدم. گفتم دیدم تحویل در مثلا توی تهران داره، آدرس خونه خواهرم رو زدم که من خیالم راحت باشه اگرم کلاهبردار بود همون روز بفهمم که یارو کلاهبرداره. هیچی، چند روز پیر نشم. ببین بعد از اینکه من از سایت خریدم، خب بعد ببین اصلا درگاه بانکیشو چک کردم همه چی درست بود. پس چرا مثلا انقدر ارزون تر داره میده؟ نه خیلی هم ارزون تر، مثلا در 2-3 میلیون هر کالای 2 میلیون ارزون تر از بقیه جاها بود. واریز انجام دادم، اینا پیام سین کردنشون کند شد. من اینجوری بودم. بعد دیروز از ساعت 1 تا ساعت 3:30 هی داشتم پروفایلشون رو چک میکردم که ببینم بلاکم کردن یا نه. یعنی ببین چقدر تجربه بعد من تو این زندگی بی‌صاب داشتم. بعد هی منتظر بودم سرمو کلاه بذار چرا جواب من نمیدین. تا رفت دم در خونه خواهرم رسید، خواهرم بلافاصله زد فاطمه رسید. بعد گفت من برم حالا پرداخت کنم. یعنی فقط واسه این که من دیگه هرس و جوش داشتم سکته میکردم. بعد گفتم نشونم بده. خب اوکی شما کی دارین میایین؟ گفت یک شنبه. امروز چهارشنبه است، جمعه. دیروز چهارشنبه بود، پنجشنبه. یک شنبه که یه 2 روز دیگه. وای 2 روز دیگه. بعد بهشون رقیه میشه به حسین آقا بگی که اینو با انباره چین میشه بدی مثلا حسین آقا با مثلا اتوبوس و اینا باربریشون بده بر من بیاد و فلان. مثلا حسین آقا الان میگه نمیتونم و فلان و اینا. حالا شب و حالا من دیروز میخواستم به دستم برسه. دوم خودمه رفت. دومش گرفت رفت. بعد من هی میخواستم ادای باشورا در بیارم و بگم که نه من نمیخوام به کسی زحمت بدم و هم میخواستمش. این بچه کوچولوها این پاهاشو ببین. قوبونش میشه پاش ببین. بعد مثلا به خواهرم پیام داد ببین یه بار دیگه بهش بگو، بیشتر از این نگی یا اصلا ایرادی نداره، فقط یه بار دیگه بهش بگو ببین میاره مثلا میتونه و فلان. گفت باشه. حسین گفته شب میبرم. شب نمیرسه فردا. گفتم من چاپار بگیرم. چاپار گفتم دیروز جمع‌آوری چاپار رو کنسل کنم. من چاپار رو کنسل کنم. گفت فردا تماس بگیرید، امروز جمعه است. تازه فردا می‌خواست جمع‌آوری بشه. بعد دیدم بازم دیر میرسه. یعنی مثلا اگه امروز هم جمع‌آوری می‌کردن که حالا قرار فردا جمع‌آوری بکنن بازم دیر میرسی. گفتم اوکی اگه شبم تونستی بفرستی خوبه. من شب زود خوابیدم، دیدم خیلی حوصله‌ام داره سر میره. گفتم برو بخواب تا فردا میرسه دیگه، صبح میری میگیری. بعد هی شب بیدارم شدم ساعت 2 شب. وای چرا صبح نمیشه؟ بعد هی هر بار بیدارم شدم حساب میکردم که اتوبوس ساعت 1 مثلا حرکت کرده باشه، 5 ساعت بعد میشه 6. ساعت 6 صبح گفتم خب من الان برم.
بعد گفتم خب 6 صبح آخه ما بعد رفتم دیدم که مثلا روی کاغذه نوشته تحویل ساعت 8 صبح. گفتم اوکی 2 ساعت دیگه بمون دیگه. بعد دیگه الان که از 7 صبح که خوابم نبرده، ولی یه بار از این دفعاتی که بیدار شدم دوباره خواب دیدم که این چیزی که من خریدم یه برند دیگه است، به خاطر همین ارزون تره. وای داشتم سکته میکردم، دق کردم. خلاصه این که الان برق رفته، منم نمیتونستم دیگه مثلا برم به شکل بهتری بخوام براتون ویدیو بگیرم و از اونجایی که نمیتونم بیشترم صبر بکنم دیگه دارم بازش میکنم. وای قربونشون بشم. فکر کن کالایی که گرونتره از این یکیه کوچولوتره. قربونشون بشم، فداشون بشم، جگرم نسل بلو. من دارچین میاد چون اینجوری دارچین رو ناز میدم. ببین من اسمو پاکت 3 خریدم. این دو مدل داره. یکی مدل کریئتورش بود، یکی مدل همین معمولی. پک کریئتور توش سپایه داره، توش میکروفون مایک 2 که مثلا میکروفون قویه، کیف داره و لنز داره و یه سری چیزایی داره که من احساس کردم که اونا رو زیاد نیاز ندارم. به اضافه این که اون میکروفونی که همراهش بود یکم بزرگ بود. خب و کاری که من میخوام انجام بدم همچون مسافرت و مثلا ویدیو گرفتن و ولاگ و ایناست و ترجیح میدم که یه دونه میکروفون اندازه کلم، حالا اینقدر بوده خب، ولی ترجیح میدم یه میکروفون اینقدری به من نباشه که هر جا میرم مثلا یه میکروفون، البته اینکه دستم هست ولی در کل میکروفونه مثلا چیز بود، چیز کوچولو جمع جور میخواستم واسه این که مجبور نباشم به مثلا این رسیور وصل بکنم. دیگه دی جی آیو مثلا مینی دی جی آیو گرفتم. دیدم که این دوتا چیزاییه که من خیلی بهش احتیاج دارم و اون سپایه و کیف و اینا رو جدا میتونم بخرم. حالا خود برند دی جی آیم نبود اوکیه، ولی سر میکروفون میدونستم خیلی اذیت بشم چون من رود گوی 2 هم دارم. خب اونم خب خیلی پروفشناله، ولی این واسه مثلا ولاگ و اینا مثلا بهت باشه خیلی راحت تره، سیف تره، به چسبیده، راحت کنده نمیشه به لباس و اینا. ولی اون یکی خب حرفه‌ای تره، بزرگتره و اینکه ممکنه کنده بشه یا حالا هر چی که از نظر امنیت برای من این دوتا خیلی سیف تر. وگرنه مثلا دوربین آیفون 15 پرویی که من دارم خب ممکنه از این خیلی بهتر باشه خب تو خیلی جاها، ولی چون که راحت نمیتونم تو دستم نگه دارم و احساس امنیتی در موردش ندارم دیگه گفتم اینو بگیرم خیلی بهتره. اینو تجربه کار کردم با اسمو پاکت 2 رو داشتم که مال دوستم بود، بعد به من داد و باش رفتم آنکارا، خیلی هم چیز خفنی بود. خب بعد اونم پک کریئتور بود و دلم میخواست ازش بخرم، یعنی واقعا دوست داشتم ازش بخرم تا اینکه حالا یه اتفاقی پیش اومد و مثلا ما دیگه قطع ارتباط کردیم. بعد اتفاقا سپایش هم توی ماشین بابام گذاشته بودم و من مدت‌ها داشتم دنبال سپایش میگشتم، یعنی فکر کرده بودم که گم کردم. بعد دیدم بابام چرا به من نگفت توی جعبه، اتفاقا من تو جعبه ماشینم نگاه کرده بودم اونجا هم نبود. بعد دیگه پکش رو فکر کرده بودم پکش رو ناقص کردم دیگه، میخواستم بگیرم ولی دلیل اینکه ازش نگرفتم اونو فقط همین بودش که باید مثلا یه چیز ارزونی هم نبود. بعدم بعد نگاش میکردم یاده مثلا بدبختیامو، یاده مثلا اون دوستم و اینا میافتادم دیگه، به خاطر همین دیگه نگرفتم. بعد دیگه ترجیح دادم که اون سپایش رو براش بخرم. سپایش از آمازون سفارش دادم، روزی که سپایه رسید رشت سپایه خودش پیدا شد. و مثلا فکر کن 2 ساله که اون سپایه اسمو پاکت 2 تو خونه ما بود. واقعا حوصله ندارم، دارم مثلا کار میکنم خب بعد مثلا دوره وسط کارم یه چیزی رو ببینم بخوام یاد کسی بیفتم، واقعا این اعصاب من نمیکشه. در نتیجه دیگه اینو خریدم. خلاص که باز بکنم بارکدش رو چک کنم. من به چت جی پی تی دادم عکس اینو، تا جایی که مثلا گفتش که مثلا اینجا برید چک کنی، گفت میخوای خودم برات چک کنم، گفتم چرا که نه تو چک کن. تا اینجا اصله دیگه بابا، مهم بود که تا اینجاش اصل باشه، جعبش هم کیفیت شبیه اصل. خیلی بده که ما یکی هم داره منصفانه با ما حساب میکنه احساس بکنیم که قربونت بشم. من
باباش پیشم دیگره منه اصل منه. وای بچه ها سلام. قربونش بشم فداش بشم. وای خدا دیگره منه اصل اینم جاشه. بکنم سلام. No SD card. سلام ورمانده میکنه. خیلی سلام بچه سلام. خیلی بامزه است. خدا کله داره. وای بچه من جان بخشیده اشیام خیلی خوبه. می‌ذاریم سر جاش. بعد آهان توی اون ورژنش یه دونه باتری بزرگ از اینا باتری این باتریشه. یه دونه باتری اضافه بزرگ همراهش بود. خب که من که مثلا واسه اینکه بخوای طولانی مدت بلاگ بگیری و من به خودم گفتم که اوکی عجله نداریم که اونقدی هم مثلا لازم نیست. هر موقع که احساس کردم که خیلی این مثلا باتری کم میارم و اینا میخرم. اساس نابر ول بشه ولی باز من دارم به دزدیه فکر میکنم. ببین شیطان لعنت نمیگم. بریم پارت 2. توی پارت 2 مایکش را خریدم. کیف داره. بیلکاش خودش اینم چیزش واسه دوربینه فکر کنم. Do not eat کیس داره. این بابا قربونش میشم. Press to unlock. این فکر کنم رسیوره. خب من نمیدونم اون چی کار میکنه فعلا. اینو ولی داریم. یه آهنربا داره که از این پشت میزنی و به لباست وصل میشه. خیلی شیک و مجلسی. این چیه؟ فکر کنم همینجوریه. اینو با اینجا بزنیم تو ریلی. ببین دفترچه راهنما نداره. ببین چقدر با شخصیت. از همینش خوشم آمد. بیا حدسم درست بود. اینی که برمیداری رو باید بزنی اینجا. خب باید تا ته به آرامی فشار بدی. بذار ببینم چجوری آرامی. به آرامی چجوری فشار بدم. اینجوری ریلیه. خب رفت. و اینو وصل میکنی به گوشی که اونجوری سیم پیم نداره و خیلی خوبه این. تا بعد اینجا یه ریلی هم داره که میره تو خود دوربین بعد با اون سیمش وصل شه و این خیلی کار آدم راحت میکنه. کجاش قراره بخوره؟ میتونی اینجوری بذاری. خب بعد برای اینکه بیشتر سیف باشه اینم بذاری. خب سلام بچه ها. من رفتم خوابیدم چون خیلی کم خوابی داشتم. برقم که رفته بود هیچ کاری نمی‌خواستم بکنم. یه ذره ادیت زدم خوابیدم چون خیالم راحت بود که وسایلم رسیده. ولی یه ذره همچنان منتظر بقیه وسایلام بودم چون بدون کارت حافظگی نمیتونم دوربینم استفاده کنم. اینو من فعلا اینو یه سپاهی ارزون خیلی ارزون کنم زیر 100 تومن خریدم چون بعدن که پول دستم اومد پکیجینگش ولی شبیه زیر 100 تومن بود. آره میخوره حله. و کارت حافظه خریدم از برند سندیسک. چرا زایم کردی؟ گفتی از اینجا ببر ولی باز باز شد. Only God can judge سندیسک. یه حس خیلی قشنگی هم از این بابت دارم چون که همون موقع که میخواستم از اون دوستم چیزشو بخرم اسمو پاکتشو خیلی جدی بودم. چیزم خریدم حتی رم ریدر سندیسک. همش هم ناراحت بودم که وای من چرا اینو دارم و همش خیلی هم گرون بود. ولی الان خوشحالم از این که اونو دارم چون دیگه الان دیگه خرج اضافه کار ندارم. این رم عزیزمونه که بذاریم داخل بسم الله الرحمن الرحیم داخل اسمو پاکتمون. عاشق صداشه و روشن میکنیم اینمونو دیگه. فکر کنم من الان غیب میشم چون برم. خیلی با مزه خوبونش میشم. خداحافظی کن با بچه های تو خونه. خداحافظی کن. این خب دیگه بذار ویدیو رو به پایان برسونم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. این بچه هم قرنش رو کش کرد براتون بچه ها. خوبونش میشم. خیلی با مزه واقعا. جدی دارم میگم و شبیه اون ماشین است که توی اون
کارتونه بود کلش و قبرش شو کردنش ببین تو خیلی بامزه قبرت بشم من. خلاصه که من برم اینو یاد بگیرم بعدن میام این از ویدیو آنباکسینگ بدون برق بدون میکروفون همه چیمون و خدافظ